سلام خدمت شبکه سال حق. من مصطفی هستم از عراق. یک پیامی داشتم با آقای شریفی که ما موحدین رو دروغگو گفتن. من برنامه هم روی سکه میخواستم زنگ بزنم ولی موفق نشدم. اگه اجازه بدید پیام خودم رو با آقای شریفی برسونم. با سلام خدمت آقای شریفی. آقای شریفی، شما انسان جالبی هستید. کسی که چند سال هست دروغ‌هایش هر روز از شبکه وصال پخش می‌شود، آن هم با سند و مدرک دروغگو نمی‌دانید و حتی در مقام دفاع از ایشان برمی‌خیزید. البته فقط در حد ادعا، ولی ما موحدین را بدون هیچ سند و مدرکی دروغگو می‌نامید. آقای شریفی، ما به دنبال حقیقت و فرار از دروغ از وادی تشیع کوچ کردیم و به لطف خدا به وادی توحید رهنمون شدیم. وادی توحید با وادی تشیع تفاوت دارد. در وادی توحید دین به انسان عزت می‌بخشد، ولی در وادی تشیع دین انسان را به پستی می‌کشاند. وادی توحید همان جایی است که اعراب جاهلیت را به مقامی رساند که خداوند به آنها رضی الله گفت و آنان را نوید بهشت جاویدان داد و دخترانی را که زنده به گور می‌شدند چنان عزتی بخشید که سیدت النساء العالمین و امهات المؤمنین نامید. اما در وادی تشیع چیزی است که هزاران برابر بدتر از زنده به گور شدن است برای یک زن مسلمان، و آن هم صیغه است. زنده به گور شدن درد و رنجی است برای یک بار، ولی صیغه ننگی است برای هر روز. وادی توحید جایی است که برای خداوند به خاک افتادن و سجده کردن عبادت است، ولی در وادی تشیع سجده بر قبر و مرده نیز عبادت است. در وادی توحید عقل حکمرانی می‌کند و ما سخنان را می‌شنویم و بهترین قول را انتخاب می‌کنیم و تمام حاجات خود را از خداوند قادر و متعال می‌خواهیم. ولی در وادی تشیع اهالیش عقل را تعطیل کردند و جایش را به احساس و تعصب دادند و پای منبر یک سری آخوند و مداح می‌نشینند بدون آنکه بیندیشند چه شرکیات و کفریاتی را تحویل آنها می‌دهند. در وادی توحید به پیامبر بزرگوارشان و به همسران پاکشان احترام می‌گذارند، ولی در وادی تشیع برخلاف همه جای دنیا و همه ادیان به پیامبرشان توهین کرده و به همسران بزرگوارشان تهمت کفر و فسق و فجور می‌دهند. و از همه مهمتر وادی توحید سرزمین یکتاپرستی است بدون هیچ گونه واسطه و خرافات. ولی وادی تشیع شباهت بسیاری به مکه قبل از اسلام دارد. آنها نیز الله را قبول دارند ولی برای او واسطه قرار می‌دهند تا به خدا نزدیک‌تر شوند و حتی عده‌ای شرکی بالاتر دارند. آقای شریفی، می‌دانم که شما نیز نماز می‌خوانید و از شما خواهشی دارم که به این جمله الله سر نمازتان فکر کنید و ایاک نستعین، یعنی تنها و فقط از تو یاری می‌جویم. به نتیجه خواهید رسید که ما رسیده‌اید. آقای شریفی، من موحد نشدم که به شبکه جهانی وصال حق زنگ بزنم و آقای انصاری به من بگوید آفرین. نه، من از ترس روزی موحد شدم که در محکمه الله حاضر شدم و خداوند مرا به خاطر بزرگترین و نابخشودنی ترین گناه یعنی شرک جهنمی کند و از روی غضب با من سخنی نگوید. و به این دلیل به شبکه توحیدی و جهانی وصال حق زنگ میزنم که به برادران و خواهران اهل تشیع خود بگویم که پشت دریا شهری است که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است، بامها جای کبوترهایی است که به فواره هوش بشری می‌نگرند. دست هر کودک 10 ساله شهر شاخه معرفتی است، قایقی باید ساخت. با آرزوی روزی که همه مسلمانان به وادی توحید به لطف خدا رهنمون شوند و با امید روزی که خدای شریفی هم زنگ بزنه به شبکه شما و شهادتین بگه و موحد بودنش رو اعلام کنه. من مصطفی هستم از عراق. با تشکر. خدا نگهدار.